بفرمایید درست اومدید. ما هنوز سر قولمون هستیم. فقط بی زحمت یکم بیاید نزدیکتر که این فاصله نمیشه راحت حرف زد. گفتیم میخوایم سازمان مجاهدین خلق ایران رو بشناسیم و بعد هم قرار گذاشتیم از دریای امروز فاصله بگیریم و بریم تا قطره بیرون، بریم تا نقطه پیدایش. حالا اینجا محل قرار ما و شماست. بی زحمت یک ربع از وقتتون رو به من بدید. فعلا همینقدر بیشتر نمیخوام. توی جوون ایرانی در اوایل دهه 90 منم جوون ایرانی در اوایل دهه 40، یعنی حدودا نیم قرن بین من و تو فاصله است. اون زمانی که تو هستی طوفانی در خاورمیانه به پا شده و چشمانداز آزادی روشنه، اما اینجایی که من هستم هیچی روشن نیست، هرچی هست تاریکی. همه راه ها بومبست، حالا میخواییم برات بومبست رو تصویر کنیم. ما میگیم تو خودت قضاوت. ایران سالهای اول دهه 40 است. خشم و نفرت مردم ایران نسبت به رژیم دیکتاتوری وابسته شاه روز به روز در حال افزایش است. اما اختلاف و سرکوب پلیسی مانع از فوران خشم مردم و شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی است. شاه به سمت آمریکا چرخیده و با اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا در سال 41 موقعیت خودش را برای یک دوران تثبیت کرده است. قیام مردم در سرفصل 15 خرداد 42 سرکوب شده و جریان‌های رفرمیستی و اصلاح طلب از دور خارج شدند و کاری از دستشان ساخته نیست. اینجا گورستان رفرمیست است. چی شد مهندس؟ کشتی‌ها رد شدن؟ کشتیم کجا بود؟ اگه مازارت میشه بود مرداد رفتار یه بار دیگه به اسلام ها می نوشت. خوب یعنی هنوز زخمی 15 خردادی ها؟ نه این وقت تازه تر از این حرفا. سازمان دانشجویی جبهه ملی 14 شهریور اعلام کرد که 15 بخواد تو بیمارستان میتینگ بذاره. 15 شهریور 42. آره دیگه 15 شهریور 42. خب بچین جناب اللهی صالح رئیس جبهه ملی که تازه از زندان آزاد شده میتینگ منتقی شد. بیا این هم نامه‌اش خطاب به دانشجو ببین چی نوشته. چون فرماندار نظامی با انجام میتینگ موافقت نکرده و سیاست جبهه مخالف با اقدامات خلاف قانون است، لذا مقتضی است برنامه میتینگ لغو شود. بله مقتضی است لغو شود. به همین راحت. جبهه ملی در بهار 1343 منحل شد. سران نهضت آزادی هم که در بهمن 41 تأسیس شده بودند در روز 3 مهر 42 محاکمه شدند و هر کدوم به چند سال حبس محکوم شده بودند. چیش خنده دار بود؟ خب مثالت خنده داره. کجاش خنده دار بود؟ این گوری آخه. آها همینو میخواستم بشکنم. خدا وکیلی کلاتون رو قاضی کنید. این گرگ وحشی تره یا دیکتاتور؟ این ضد انسانی تر و پلید تر یا دیکتاتور؟ والا به خدا این گرگ نه میتونه ساواک را بندازه، نه وزارت اطلاعات، نه کهریزک، نه شکنجهگاه علمی، نه میدون اعدام. این گرگ نمیتونه سانسور کنه، نمیتونه شهید بدوزه، نه کیهان حکومتی و تلویزیون پشم و شیشه را بندازه. اما دیکتاتور همه این کارا رو میکنه. نتیجه؟ ازش دیگه با خودتونه. نتیجه که با من نیست. اینجاست که هر کی واقعا اهل نمونه باشه، هر کی که واقعا صادق باشه دستشو میکنه تو جیبش و قیمت مبارزه رو میگه. برای من دوست عزیز
روش مقابله با دیکتاتور رو ما مشخص نمی‌کنیم، این خود حکومته که مشخص می‌کنه. اگه شاه سرکوب نمی‌کرد، اگه امکان مبارزه مسالمت‌آمیز در پرروستی وجود داشت، خب مجاهدین هم می‌کردن دیگه بابا. کما اینکه خودشون اصلا از جوانان نهضت آزادی بودن. اما وقتی همه راه‌ها بن‌بسته، وقتی همه درها بسته، اون وقت مبارزه قهرآمیز به عنوان یک خط‌نش اصولی روی میز میاد. حق ملت ها اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح کرده که قیام آخرین علاج ملت ها برای بازپسگیری حقوقش. مهمترین تفاوت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با رهبران سابق این بود که اولا آنها تصمیم به ادامه مبارزه به هر قیمت داشتند، درست برعکس سران تسلیم طلب جنبش که می‌خواستند زندگی راحت خودشان را داشته باشند و نمی‌خواستند قیمت مبارزه را هرچند سخت باشد بدهند. ثانیاً بنیانگذاران سازمان از تجربه‌های مبارزات گذشته و علت شکست آنها استفاده کردند، ولی سازشکاران به این مبارزات بی‌توجه بودند. تلاش کردیم که یه فضایی از شرایط تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران تصویر کنیم و ضرورت تأسیس چنین سازمانی رو بفهمیم. بار بعد که بیایم میریم سراغ همون جمع‌بندی بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران تا بفهمیم که دقیقاً چی رو جمع‌بندی کردن و به چه نتایجی رسیدن. قسمت بعدی برنامه ما قسمت مهمیه. این از بابت تبلیغ و این حرفا نمیگم، از بابت فهم موضوعات پایه‌ای و اساسی میگم. فعلا خدا نگهدار. در مزارآباد شهر بی‌تپش نای جغدی هم نمی‌آید. آقا اگه خواستید راجع به سالهای سیاه اوایل دهه 40 بیشتر بدونید، برید سراغ کتابای اون دوره، برید از اونایی که بودن بپرسید. خلاصه برید کسب اطلاع کنید. ما پرسیدیم، همینا رو شنیدیم. خلاصه اوضاع داغونی بوده. جان کلام این که برای همه ثابت شد که با شیوه های انتخابات پارلمانی و اصلاح حکومت و این حرفا چیه؟ نمیشه جلو دیکتاتوری سلطنتی وایستاد، نمیشه تغییر ایجاد کرد. آخه بابا 2 تا 4 تا وقتی دیکتاتوری پلیسی اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی علنی رو نمیده و تکون بخوری یا دستگیر میشی یا شکنجه میشی یا زندان میفتی، خب با دست خالی چی کار میخوای بکنی؟ چه رفرمی، چه مبارزه پارلمانتریستی، چه حرفی، چه حدیثی؟ چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ چرا من بگم چه باید کرد؟ شما بگید چه باید کرد؟ در چنین شرایط تیره و تاری محمد حمیدنژاد، سعید محسن و علی اصغر ولیزادگان که خودشان به طور فعال در مبارزات سیاسی سالهای 39 تا 42 شرکت داشتند، با بررسی و جمع‌بندی شکست مبارزات گذشته بنبست مبارزه را گشودند و پاسخ تاریخی آن را در تأسیس یک سازمان انقلابی با خط مشی مبارزه انقلابی مسلحانه و با اتکا به ایدئولوژی ضد استثماری اسلام انقلابی پیدا کردند. سازمانی متشکل از انقلابیون جانبرتق و حرفه‌ای که تمام زندگی خودشان را وقف مبارزه کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران. مبارزه انقلابی؟ ایدئولوژی ضد استثماری؟ اسلام انقلابی؟ انقلابیون جانبرتق و حرفه‌ای؟ یعنی چی؟ آقا بیان اینجا بشینیم. نه جدی بیان بشینیم. شما زحمت تشریف بیارید. بفرمایید. آقا شما میخواید بالاخره مبارزه کنیم؟ میخواین شرایط رو عوض کنیم یا نه؟ معلومه که میخوایم. حرفتون رو 10 شای قبول ندارم. آقا چرا؟ بابا چون بحث نحوه مبارزه است. مبارزه مسلحانه که نشد حرف.
اینجی مبارزه مسلحانه واسه خاطر همینه که میگن ادعاتون رو قبول ندارم. آخه واسه چه خاطری؟ چه تو؟ گرگ هار همینجوری زوزه کشون داره میاد تو سینت. تو میگی اهل فرار نیست، قبول. میگی میخوام مبارزه کنم، قبول. حالا میشه لطف کنی و به من بگی با یه چنین جونوری، با یه چنین موجود وحشی چطور میخوای مبارزه کنی؟ با گفتمان مذاکره، با رفرمی، پارلمانتاریستی، مدنی. وقتی دانشجوها میخواستن به نفع اونها اعلامیه بدن و اعتراض کنن، منعشون میکردن که مبادا به حقشون اضافه بشه. میگفتن باید سیاست صبر و انتظار درش بشه. بنبست و گورستان رفرمیست یعنی همین. پدر طالقانی هم که از مخالفان برجسته رژیم شاه بود به 10 سال زندان محکوم شد و آخرین دسته از اعضای نهضت آزادی هم در اوایل سال 44 محاکمه و به 1 تا 3 سال زندان محکوم شدند. توده‌ای چی شده؟ توده‌ای مردم فروش توده هم که در جریان جنبش ضد استعماری مردم ایران به رهبری دکتر مصدق با ضدیت علیه جنبش ملی عملاً همجنسه دربار شاه و استعمار شده بود و در کودتای 28 مرداد هم با تسلیم و بی‌عملی خودش خدمت بزرگی به شاه کرده بود. اکثر رهبرانش دستگیر شدند و خیانت کردند و با حکومت نظامی همکاری کردند و بقیه هم با عافیت‌جویی تمام فرار را برقرار ترجیح دادند. آخونده چی شدن؟ آخونده جالب بود. آخر همه یاد آخونده افتادی. آخونده که دیگه مثل همیشه دست بالا کرده بودن، عبا رو سرشون کشیده بودن و خلاصه به اسم تغییر خفقون گرفته بودن. خمینی هم که با افکار آخوندی و عقب مونده‌اش با حق رأی زنان و اصلاحات ارضی مخالفت کرده بود و بعد از تبعید هم خلاصه ماستا رو کیسه کرد و دیگه نطق هم حالا شما لطفاً چشم‌ها رو ببندید و خودتون رو بذارید جای جوان‌های اون زن. اختناق و سرکوب حاکم از یک طرف و تسلیم و سازش و از دور خارج شدن مدعیان مخالفت با رژیم از طرف دیگر. هیچ راهی نیست. نور امید به آزادی از سوسوی یک فانوس هم کم نمیشه. آقا میدون خالیه. یه نیروی وفادار، یه جریان مبارز تو صحنه نیست. دست دیکتاتور برای سرکوب ملت بی‌پناه باز. رژیم با حکومت پلیسی نفس‌ها رو تو سینه حبس کرد.